از جانب کارمندان ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان در اساس طلبات قانون‌های عمل کننده ساحه جهت پیشگیری از وارد شدن واسطه‌های نقلیات افلاس و بپرده حمایوی کشانیدن بارهای پاشخورنده از جمله مسائل ساختمانی که به محیط زیست و حتی حالت راه‌ها تاثیر جدی می‌رساند در شهر باختر سنجش گذرانیده شد. توجه نمایید به گزارش همکارانمان از جریان سنجش مشترک. در رفت چورابینی مذکور که تا یک پاس شب صورت گرفت معلوم گردید که هنوز هم اکثر رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکش دیده و دانسته به این مسئله به اعتنایی ظاهر نموده به پرده حمایوی و از معیار مقرر شده زیاد به کشاندن قم و شغل و دیگر مسائل ساختمانی مشغولند. امروزها در شهر باختر و دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ساختمان بنا و انشاءات تعییناتش گوناگون با مرام ادامه دارد. برای پیشگیری از چنین وضع در برابر رانندگان واسطه‌های نقلیاتی بارکش مسئولین شرکت‌های ساختمانی و حتی شهروندان را نیز لازم است که در وقت فرمایش برای دسترس نمودن چنین نامگوی مسئله بناکاری به این مسئله و هنگامی از قطعه ساختمان حرکت نمودن نقلیات بر راه اساسی که بیشتر مورد باعث افلاس شدن راه‌ها می‌گردد توجه جدی ظاهر نمایند. اوید با کشاندن ثروت‌های طبیعی از آن جمله سنگ و شغل و قم و رعایت کردن طلبات‌های حفظ محیط زیست در اساس فرمایش سرریاست در حدود شهر باختر عملیات‌های نظارتی با رانندگان و با ماشین‌های بارکش کلان حجم گذرانده شد. در رفت سنجش کارمندان ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان وابسته به کمبودی‌های جای داشته با رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکش کارهای فهماندهی گذراندند. مورد ذکر است که راه‌ها با خرج مبلغ‌های زیاد نوسازی می‌شوند. به این خاطر معیار بارکشانی و در این موسم حرکت نقلیات گران وزن در راه باید طبق رجای مقرر گردیده رعایت کرده شود. رید و سنجش‌های کارمندان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت و شهر و ناحیه‌ها را با جرم کمبودی‌ها از جمله نداشتن اجازتنامه، حجت تکنیکی و به خاطر منفیت از معیار زیاد بار کشاندن را به اینابت گرفته، رانندگان چنین واسطه‌های نقلیات اساساً به وقتی شب به راه می‌برند. کارمندان ریاست حفظ محیط زیست و دیگر نهادهای دخلدار وظیفه‌دار شدند که در شهر و ناحیه‌ها نسبت به آشکار و پیشگیری نمودن چنین قاعده ویرانکنی‌ها نظارت را پرزور و نسبت به شخصانی که به پرده حمایوی و معیار زیاد به کشاندن مسائل پاشخورنده مشغول شده محیط زیست و راه‌ها را افلاس می‌نمایند چاره‌های قطعی اندیشیده شود. در عملیات نظارتی اوید به قانونشکنی از طرف بعضی رانندگان اوید به بالاپوشی مخصوص کشاندن از پرتاب‌ها و دیگر نمود مسائل ساختمانی که این رفتار آنها غیر قانونی بوده و باعث افلاس گردیدن محیط اطراف وارده می‌رساند. از همه رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکش گران حجم خواهش کرده می‌شود که اوید به کشاندن پرتاب‌ها از آن جمله مسائل ساختمان و دیگر نمود مسائل‌ها اوید به طلبات‌های حفظ محیط زیست رعایت کرده شود و با بالاپوشی مخصوص تامین کرده شود. با این مقصد مسئولین ریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی و خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات تصمیم گرفتند که در شهر و ناحیه‌ها رید و سنجش‌ها را بیشتر کرده همزمان با راهبران شرکت‌های ساختمانی، کارخانه‌های استحصال سنگ و شغل و صاحبکارانی که به فروش مسائل ساختمانی مشغولند برای در یک جایگی برطرف ساختن این کمبودی کارهای فهماندهی گذراندند.